یه سری بازیکن‌ها هستن که رد پاشون فقط تو جدول گلزنی نمیمونه، بلکه تو قلب هواداران، تاریخ باشگاه‌ها و حتی سبک بازی یه نسل کاملا نقش میبنده. تیری آنری یکی از اون فوتبالیست هاست، بازیکنی با استایل خاص، سرعت فوق‌العاده و هوش فوتبالی بی‌نظیر. مسیرش ترکیبی از افتخار، احساس و وفاداری بود. سال 1998 وقتی با موناکو قهرمان لیگ فرانسه شد، تازه 21 سالش بود و همه فهمیدن قرار ستاره بزرگی بشه. همون سال هم با تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی شد، بدون اینکه هنوز تبدیل به یه مهاجم کامل شده باشه. اما اوج داستان تیری از سال 2004 و با آرسنال رقم خورد. همون فصلی که آرسنال بدون حتی یه شکست قهرمان لیگ برتر شد. آنری اون سال نه فقط آقای گل لیگ، بلکه به فرمانده تیم شکست ناپذیر آرسن ونگر تبدیل شد. تو اون سالا خیلیا به عشق گل‌های آنری طرفدار آرسنال شدن. در سال 2009 به بارسلونا رفت و اونجا کنار مسی، ژاوی و اینیستا یه فصل رویایی رو تجربه کرد. هم قهرمانی لالیگا، هم لیگ قهرمانان و هم سگانه تاریخی. نقش آنری تو اون تیم شاید کمتر از بقیه به چشم می اومد، اما حضورش حیاتی بود. در سال 2012 وقتی برای مدت کوتاهی به آرسنال برگشت، با یه گل احساسی مقابل لیدز خاطرات قدیمی رو زنده کرد. انگار هوادارای تیکه از گذشته طلاییشو دوباره دیدن و در نهایت سال 2013 در نیویورک رد بولز اونور دنیا آخرین فصلهای فوتبال حرفه‌ایشو گذروند. با اینکه از دوران اوجش فاصله گرفته بود، اما بازم نشون داد که کلاس آنری فراتر از جغرافیاست. مسیر آنری فقط پر از گل و قهرمانی نبود، پر از لحظه هایی بود که با دلش بازی کرد و دل هوادارا رو برد. یه قهرمان فرانسوی که خیلیا باهاش عاشق فوتبال شدن. کیندی فوتبال.